خب این اولین ویلاگ چنل یوتیوبمونه. امروز میخوایم آماده شیم با هم بریم باشگاه ببینیم چه خبره. لباسا رو داریم، یه جوجه اونجا داریم قراره بزرگ شه، از اینم کلی ویدیو میذارم واسهتون. اینم اتاق منه، اتاق یه ماشین بازی که ماشینش خرابه. و چی میگی؟ آخه خب اینو غذاشو بدیم و تا بریم ویدیو بعدی. خب این غذا بچه رو بدیم. بیا زبل زبل. لوسی زبل. خب غذای اینم دادیم و خب لباسمون رو پوشیدیم، کیفو برداریم و حرکت کنیم به سمت باشگاه. کیفو برداشتیم، وسیله ها رو برداشتیم، بریم سوار موتور شیم، رفیقمون رو برداریم و بزنیم به دل باشگاه. این ایده این چنل یوتیوب الان تایمی اومده تو مخم که دیگه سر کار نمیرم، بازار خراب شده، مملکت خوبی نیست. این که دیگه استارت زدم دیگه. حالا من نمیدونم توی که داری ویدیو منو میبینی تو چه حالی هستی، ولی مصرف کننده نباش، خودت میدونی، تولید کن، تولید محتوا کن. حالا هرچی، من که مثلا نگم همینه دیگه، با همین چیزا باید شروع کرد. و اینم که موتور ماه سویچو برده میداریم. کیفو میذاریم زیر باکس. دنیا عوض شد و عوض شدم، نمیخواستم بکشه قفس دورم. تو از من ناراحتی، من از خودم. آینده تو تصدم، پول شهرت پیشرفت ترقی، دوست و دشمنت میبندن از چی. این آهنگم نفهمی، فرمول ساده است ولی هیچکس بلد نیست. نمیتونم بزنن منو، بود کیفورم، شکمم تتو. یه شب کابوس دیدم، یه جهنمو نمیپرستم، هرچی که بپرستنو. الو انتن ندارم، داشت نمیکنه پول مارکت خرابم. خط زدم اما خب بازمم ندادن. نپوش کفشم، شاید سایزت نباش. اگه دیدی میگیرم از موزیک جون، اگه دیدی رپ پولام تو کیف پول برندم هیچ وقت نمیفروم. اگه کسی دلش خواست ماره خوشخط دخلتون پوست انداخت، به هم میجنگ شدی بود که گاد، همه آهنگ میبندن بود که تای. پشت کار قوی رشد کار، سری باشیم بوم ساعت شاید نخورده باشی به پست ما، ولی به حدود کا میرسه به مرتضا. من یه نمیتونی حدود نیمه بگو یا نیست تو پارتی منبوری، به کف خیابون تا این اندونی دو خوابا مرد زدم با بادی لنگویی. هیچ خدای بسم مواظب منی، واسه همین معروفم به محافظ کاری مشاور مالی. میگه کنی گناه اضافی، رفت جهنم میسوزی تو گوده. من رسیدم در خونه رفیقم محمد رضا. بیاد پایین. اوه آسمونم که ابریه، آسمونه ما نمیای پر پروا. ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم خدا چی میخواد واسمون. خب رفیقمون هم اومد. سلام. اولین ویلاگ چنل یوتیوب همه آقازی. ویلاگ چیه؟ بشیم بریم باشگاه. خب مرد نظرت چیه در رابطه با این که میخوام تولید محتوا کنم، ویلاگ درست کنم یوتیوب، تو پول دراریم؟ خیلی خوبه، عالیه. آره بچه این دوستم که میبینید محمد رضا از خوبای ترید و بیزنس های دلاریه انشالله. و اینکه ما رو همراهی میکنه، کوچینگ میکنه، میریم باشگاه، چیز زیاد میده بهمون دیگه. یه دوست سعی کنید دوستاتون رو خوب انتخاب کنید، بتونه بهتون یه چیزی اضافه کنه تا ویدیو بعدی، تا قسمت بعدیش. یعنی لباسا رو عوض کنیم و بریم توی دانس. لباسا رو عوض کردیم و بریم واسه کارمونه خوب. داشت مشکلی بخواه، خیلی سنگینه. شکم
نه من نه تو تمرینشه که از سنگ میره. خب آب شاگرد خوبم گفتن نگاه اشاره می‌کرد که من دستگاه رو اشتباه گرفته بودم اونجا شاید می‌گرفتم. استاد مرسی که وقت می‌ذاری واسم. گفتم هر چی چیکار می‌کردی؟ ماشاءالله. فعلا آقای فیلمبردار مربی فیلمبرداریمون ازمون نگرفت. فلای خودش رو ببینید. این اصلا میگم فلای. اصلا این است. به دیگه آخرای تمرینمونو یه چیزی سفارش دادیم بخوریم. این اولین ویلاگ باشگاه امروز سینه بود و روزای دیگه هم اگه لایک کنید سابسکرایب کنید خوشتون بیاد بازم میزنم از این ویدیوها. تمرین ما هم تمام شد خوردیم و داریم میریم بیرون از باشگاه. خب عجب هواییه. علی جان نظرت چی بود راجع به تمرین امروز؟ بسیار خوب، روان، عالی. دوست داشتنی. پیشنهاد میکنم همتون روزی 2 ساعت ورزش کنید که به زندگیاتون بیشتر برسید. زندگیتون بارون گرفت برو بریم. بارون گرفت یه افتر تمرینیم و همارزا هم گذاشتیم به سمت خونه. بارون گرفت سرمون. عجب هوایی، هوای بهاری. جای شما هم خالی بنازم.